در ولایت سوخت معرکه پختاسپاری در سال 2022 جنبست گردید. مراسم قدرشناسی کشاورزان شهر و نواحی پختکار و چینکچیان بهترین صبح شنبه سنه 10 دکبر در قصر ورزش شهر خوجند با اشتراک رئیس ولایت سوخت رجبای احمدزاده، معاون سروزیر جمهوری تاجیکستان سلیمان زیازاده، رئیسان شهر و ناحیه‌ها و کارمندان تشکیلات و اداره‌ها برگزار گردید. رجبای احمدزاده هنگام سخنرانی تاکید کرد که سال روان طبق دورنما در ولایت در مساحت 57159 گکتار کشتی پنبه‌دانه با استفاده از تخم‌های باصفت گذرانده شد. این رقم نظر به سال گذشته 2021 7964 گکتار زیاد می باشد. معاون سروزیر جمهوری تاجیکستان سلیمان زیازاده نیز هنگام سخنرانیش زحمت و مهنت کشاورزان ولایت سوخت را در استحصال همه نمودی محصولات کشاورزی خوب ارزیابی نمود. کشاورزان ولایت سوخت را با این مژده ظفر با تامین نمودن اجرای استحصال پختاسپاری که در دایره نشانده‌های رشد اقتصادی اجتماعی جمهوری تاجیکستان برای سال‌های تا سال 2025 و استراتژی رشد ملی جمهوری تاجیکستان تا سال 2030 معین کرده شده است. پختکاران ولایت سوخت با مژده ظفر امضا گذاشتند و برای آراستن خرمن نزدیک 134,000 تن ولایت سهم ارزنده خود را شهر و ناحیه‌های ولایت چخیلی که محترم رئیس ولایت در بالا ذکر کردند سهم ارزنده خود را گذاشتند. در ولایت سوخت سال روان استحصال 133,800 تن پخته به نقشه گرفته شده بود و پختکاران ولایت از عهده اجرای دورنما با سربلندی برآمدند که در نتیجه نقشه سالانه 101% اجرا گردید. تاکید گردید که در موسم جمع آوری حاصل خواجگی‌های پختکار جماعت‌های دهاتی اشت و آشابه ناحیه اشت، ظفرآباد، خستیورز و اسماعیلی ناحیه باباجان غفوروف، پتر و کوهندیار شهر کانیبادام، حیاتینه و دهمای ناحیه جبار رسولوف، استقلال و تقایکی ناحیه سپتامین و آبردان و مسجاه ناحیه مسجاه در جمع‌آوری حاصل پخته سهم نظررس گذاشتند. در موسم کشتوکار عالمان، کشاورزان و مکانیزاتوران جهتی به دست آوردن حاصل دلخواه پخته تمام چاره‌بینی‌های اگروتکنیکی را به راه ماندند. رئیس ولایت تاکید کرد که در غنی گردانیدن خرمن دولت و بی‌تلف جمع‌آوری نمودن پخته بجز از چینکچیان و کشاورزان سهم تشکیلات و اداره‌ها به مانند معارف، تندرستی و فرهنگ نیز خیلی نظررس است. نتیجه تحلیل‌ها ثابت می‌نماید که در ولایت دوام 12 سال اخیر بار اول 133,950 تن طلای سفید جمع‌آوری گردیده است. این از آن شهادت می‌دهد که خواجگیداران ولایت استفاده ثمرناک عاقلانه آب و زمین را تامین کرده برای با نشاندهنده‌های بلند مهنتی رسیدن سهم ارزنده خود را گذاشتند. در موسم گلشن حاصل و آراستن خرمن با شکوه طلای سفید سهم شهر و ناحیه‌های پختکار بخصوص ناحیه باباجان غفورو، سپتامین، اشت، ظفرآباد و ناحیه جبار رسولوف نظررس بوده از خط مره مژده ظفر رسانیدند. در ادامه مراسم جنبستی پختاسپاری برای سال 2022 در وضعیت تنتنوی به 7 نفر رئیسان شهر و نواحی پختکار ولایت автомашین خدمتی و مکافات پولی مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت در حجم 5000 سامانی تقدیم گردید. رئیس ولایت رجبای احمدزاده و معاون سروزیر جمهوری تاجیکستان سلیمان زیازاده در وضعیت تنتنوی کلید автомашین را به رئیسان شهر و نواحی فعال از جمله اشت، مسجاه، باباجان غفوروف، جبار رسولوف، سپتامین، کانیبادام و ظفرآباد تقدیم نمود. همچنین در این روز چینکچیان فعال و مکانیزاتوران و کارخانه‌های کارکردی پخته نیز با تحفه‌های خاطره‌ای مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت قدردانی شدند. گزارش فرزانه شمسی و نعیم جان ایوبوف برای برنامه طلعاتی خبر.